باشه. امروز اومدم داستانی یه اسپانیا براتون بگم که داشته با سرعت زیاد، با سرعت 180 تا تو با آن حرکت میکرده که پلیس میبیندش و میگیردش. وقتی پیاده میشه به پلیس میگه که آقای پلیس، این ماشین من نیست، کارتاشم پیش من نیست، من این ماشینا دزدیدم، صاحب ماشینم کشتم، انداختم صندوق عقب، چاقوام رو صندلی عقب. پلیسه که حسابی گیج میشه، بیسیما برمی داره و به فرماندهش بیسیم میزنه. جریانا برا فرماندهش میگه، اونم بهش میگه که هیچ کاری نکن تا من بیام. وقتی فرمانده میرسه اونجا، فرمانده به اسپانیه میگه که گواهینامه رو بده ببینم. گواهینامه رو نشونش میده، بعد بهش میگه که کارت ماشینتو بده ببینم. کارت ماشینم در میاره که به نام خودش بوده، میده بهش. فرمانده که حسابی عصبانی شده بوده، با رو صندلی عقبم چاقویی پیدا نکرده بوده، بهش میگه که بیا صندوق عقبو بزن بالا ببینم. میرن صندوق عقبو باز میکنن، میبینن که چیزی تو صندوق عقب نیست. بعد فرمانده به اسپانیه میگه که پس این پلیس ما چی میگه؟ اسپانی هم برمیگرده به فرمانده پلیس میگه که نمیدونم آقای پلیس، حتما الان هم میخواد بگه من داشتم با 180 تا سرعت اینجا رانندگی میکردم. آره دادا، اینجا اسفانه فکر کرده به خوده. ببخشیم به چه سر صدا میکنم، نتونستم درست براتون بهتر تعریف کنم. خدا نگهدار.